رولت مارمالادی به نظرم یکی از خوشمزه ترین انواع مدل های رولته. من اینجا از نان رولت وانیلی استفاده کردم. بعد یه لایه خیلی نازک مارمالاد توت فرنگی روش زدم و بعدش با خامه فرم گرفته و شیرین تزیینش کردم. وقتی که خامه رو روش صاف کردم، از طرف عرض شروع کردم به رول کردن رولت. چرا از این طرف رولش کردم؟ چون که میخواستم به عنوان کیک تولد سرو بشه و در واقع یه رولت چاق و چله‌ای باشه که هم پرخامه باشه هم خوشگل‌تر باشه. بعد حدود نیم ساعت تا 1 ساعت بهش استراحت دادم داخل فریزر. روشو دوباره یک لایه خیلی نازک مارمالاد زدم و کمی خامه فرم گرفته و در نهایت با میوه های خشک مثل بادام، پسته، انجیر خشک و مویز تزیینش کردم. امیدوارم که دوستش داشته باشین. هر سوالی داشتین ازم بپرسید.